اینه که بلند شو. او این دفعه دیگه میخواد بره برای آرکیو. این بازیکن که آرکیو. سلام بچه‌ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. توی این ویدیو اومدیم با هم دیگه بریم به بازی WWE 2K25 بخش مای جی ام. ببینیم آقا میتونیم یه دونه اسمکدان رگولاری برای خودمون برداریم که یک فصلی رو روش آغاز کنیم یا نه با هم باشیم. اوکی آقا، این از بازی WWE 2K25 که فکر می‌کنم همین کلا 4 روز پیش نسخه اولیه‌اش اومد. یعنی نسخه اصلیش فکر می‌کنم 24م و این نسخه اولیه‌اش فکر کنم 4 روز پیشینه اومد برامون. و اینکه اینجا میتونیم واسه خودمون جی ام و همون جنرال منیجر رو برداریم که من می‌خوام آقای شان مایکلز باشه و برند اسمکدان. اونورم آقای پال هیمن گزینه خوبیه برای برند را و بریم که ببینیم چه جوریه. اوکی بریم آقا شروع کنیم. امیدوارم که ویدیوی خوبی داشته باشیم. فصل اول درفت که ببینیم آقا چه بازیکنایی بخوایم برداریم. اولین بازیکنی که من میخوام بردارم آقای دیو باتیستا. واقعا حالا عمری که من دارم فکر نکنم بهش سر بده که بخوام مسابقه‌اش بگم اوف آره بچه‌ها خیلی بازیکن خوبی بود از اینجا چیزا، نه. ولی اینجوری که ویدیوهاش هست و اینا آقای مرام معرفت مثلا اینجا باید یه آهنگ محسن رسانی پلی بشه. آقا نفر دومی که میخوایم انتخاب کنیم باید کسی برداریم که آقا میشوف با آقای باتیستا یک رایوالی ایجاد کنه که میشوف باید مشتم باشه و هیل هم یک جوری باید باشه. آقای وید بریتی که خود من به شخصه بخوام بهتون بگم نمیشناختمش وقتی تو بازی رفتم دیدم چه فیوری داشت با آقای جان سینا که اصلا صحبتی نمیمونه براش. خب یکی دیگر هم ورداریم آقای خب بچه‌ها یه کاری داریم اینجا که من رفتم فکر کردم و گفتم آقا اوپنر رو یک بازی وان بی وان اوکی بذاریم خیلی بهتره تا اینکه بخوایم یک بازی تگ تیم بذاریم که اول مشخص کنیم ببینیم آقا چه جوریه رایوالیا چه جوریه و اینکه چون که آقای تانگالوا یک فرد هیل هستش باید با یک فرد فیس بفرستیمش که فکر میکنم آقای دراگون لیگ گزینه خوبی باید باشه. این یا همینجوری فقط راست و اما دومی که ما میخوایم بذاریم میخوام که آقای رندی اورتن در مقابل درو مکینتایر که اینا خودشون رایوالی داشتن اینجا سر کمربند یو اس یعنی یونایتد استیتس با هم دیگه مسابقه برن و اما مسابقه آخر که باید باشه سر کمربند جهانی یا همون کمربند چی بود کمربند ورلد هاوی ویت چمپیونشیپ اگه درست گفته باشم یادم شد. اوکی آقا بریم. میخوام که آقای باتیستا باشه در مقابل آقای وید بریت که گزینه جالبی فکر نمی‌کنم باشه. دوست دارم آقای کودی روز باشه در مقابل نه آره آقا باتیستا در مقابل وید بریت می‌کنم بعد بهترین گزینه باشه. فعلا بازیکنایی که من اینجا نذاشتم مثل آقای مثلا کودی روز، کارین کراس، تیم پریس، جیکوب فاتو، تاماتونگا، شیمس اینا همه باید رایوالی دیگه ایجاد کنه. مثلا شاید اگر مثلا شما همتون دوست داشته باشید کودی روز رو من بخوام بذارم در مقابل باتیستا هنوز داریم فاز شروع می‌کنیم. خب آقا بریم پرومو هم اوکی کنیم. برای کسی که نمی‌دونن پرومو یعنی چی، یعنی که آقا بازیکن میاد صحبت میکنه واسه خودش کال اوت بذاریم میاد برای شخصی صحبت میکنه که اون شخص رو چالش میکنه. به عنوان مثلا میخوام آقای کودلی یا همون کودی روز که فیس هستش و کلاسش هم 5 بوکسه با آقای فکر میکنم جیکوب فاتو باید مسابقه بده. آره فکر کنم مسابقه جالبی بخواد باشه با جیکوب فاتو. خب آقا بازی کنه پروموی دوم که بخوایم بذاریم باید کارین کراس در مقابل جیمیان پریست. کجاست آقای کارین کراس؟ بعد یه پروموی انجام بدن و بچه چون که فعلا شوی اول هستش همه بازی نورمال مچ میخوام باشه. اینجوری نمیخوام که مثلا نمیدونم هلینسه از این چیزا چون که میشه گفت استامینای بازیکن‌ها یا همون نفسشون یه جورایی میشه گفت
میاد پایین که اینجا بازیکن دیگه هم میتونیم بخریم که فعلا نمیخوایم. فعلا همین بازیکن‌ها خوبه. چیزی که آقای تریپل ایچ گفته میگه که آقا یه دونه لاست میگه یه دونه تیبل مچ بذار توی این هفته. بازی تیبل مچ می‌خوام آقای بازی دراگون لی در مقابل تاماتونگا که فقط می‌خوایم مسابقه بدیم اینا برن همینجوری فقط. که آقا میریم شروع کنیم که اوکی میریم شروع کنیم آقا. این هفته میشه گفت هفته اول دوم اینا یکم سخته ولی هفته بعدی دیگه دم دست میاد. این بازی رو سیمولیت می‌کنیم براتون آقای دراگون لی در مقابل تاماتونگا که آقای دراگون لی برخلاف انتظار میبره و نمره 1.5 میگیره. بازم بهتون میگم بچه‌ها چون که این همه این بازی‌ها هفته اول دوم هستش همه‌شون نمره کم که اینجا آقای کودی روز کارت خوبی رو به جا گذاشت در مقابل آقای جیکوب فالزو که رایوالیشون ادامه پیدا خواهد کرد. این بازی رو دوست دارم انجام بدم خودم و بشم آقای رندی اورتن که ببینیم آقا چی میشه. به نظرتون رندی اورتن که من میگیره یا درو مکینتایر؟ تو کامنت ها برام بفرستید. گفت تازه هفته اول هستش متاسفانه جا نداریم، هیچ میشه گفت استادیومی نیستش که بخواد به ما بدن ما مسابقه توش انجام بدیم، مجبوریم بیایم توی مدرسه انجام بدیم و ما خوبم بچه‌ها میرسه دمتون نباشه که هم میبینید. بله آقای درو مکینتایر در مقابل The Viper آقای رندی اورتن سر کمربند یونایتد استیتس چمپیونشیپ. همینطور می‌بینید داور بالای سر ببره این کمربند رو و میریم که شروع کنیم. اوف اباحت از این مردی باره. بریم که شروع کنیم. از همین حالا مسابقه شروع میشه. یک مسابقه خوب که بازی رو سرگردنی میخوان شروع کنن. ببینیم چی میشه که آقای درو مکینتایر بهتر کار میکنه. چاپ 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 میزنه آقای درو مکینتایر همینجوری به آقای رندی اورتن. گلش میده به تنابا. یه جا خالی دیگه چی کار میخواد بکنه که نه رندی اورتن سریعتر از این حرفاست. میرن که با هم دیگه مش تو مشی رو انجام بدن. یه چاپ از این و نمیتونه چاپ بزنه آقای درو مکینتایر. یه چاپ دیگه رندی اورتن میزنه. یادش میگه بازم رندی اورتن میزنه. یه ضربه دو ضربه بخوره دیگه بله استاندارد میشه. استاندارد یعنی اینجوری که بازیکن تا وقتی که اون خط بالای سرش تمام نشه هیچ کاری نمیتونه بکنه در مقابلتون. که بله رندی اورتن میگه که بلند شو که برای آرکیو متاسفانه ما آرکیوی الان نداریم بخوایم بزنه. مشت چاپ چاپ میندازه. بله The Viper رندی اورتن میره بالا یک هد باتون میزنه. بلند میکنه درو مکینتایر چی کار میخواد بکنه؟ سرگردن میشن میاره جلوش بلی تو بلی. یه خوشایی دیگه هم میکنه آقای رندی اورتن که همه دوستش دارن. این بازیکن این وقتی که فیس هستش نمیشه کسی از این بازیکن بدش بیاد. درو مکینتایر یه دفعه بلند میشه که دوباره میخوان مش تو مش انجام بدن. یه ضربه رندی، یه ضربه درو مکینتایر، دوباره یه ضربه رندی اورتن. اونم میتونه دوباره بزنه. رندی اورتن یکی دیگه نمیتونه بزنه. درو مکینتایر دو تا از این دفعه میزنه، این دفعه میتونه بزنه. دوباره درو مکینتایر. رندی اورتن میگه بزن رندی اورتن. حالا نمیتونه بزنه. این ور باز نمیتونه بزنه و تمام. بله رندی اورتن پیروز میشه گفت اون حرکت میشه. میخواد ببر سیگنیچر که بله میندازنش لای تنابا. دیلیتی خود مخصوص خودشو میخواد بزنه آقای رندی اورتن که دیلیتی فکر میکنم خونی شده باید باشه سر آقای درو مکینتایر. مسابقه تا الان سرعتی و خوبی رو دیدیم. میگه که بلند شو. این دفعه دیگه میخواد بره برای آرکیو. این بازیکن که آرکیو که فکر می‌کنم بعد بازی تموم بشه. 1 2 نه پشمام بازی هنوز ادامه داره. هنوز تموم نشده این بازی. درو مکینتایر خیلی بد داره بازی میکنه و همینطوری فقط داره ضربه میخوره از آقای رندی اورتن. بریم که بندازیمش بالای تنابا و از بالای تناب بندازیمش پایین و یه رول ناگهانی بزنیم به احتمال زیاد باید یه خدافظی کنه آقای درو مکینتایر. میبرش بالای تاپ رو
فکر کنم خواست سوپلکس بزنه. بله چه فنی دیگه میخوام اونجا بزنه که یک دونه سوپلکس. هر دوشتاشون کف زمین میخوابن که الان وقت روله. میره برای رول. 1 2 3 تموم. فقط با یک دونه سوپلکس روی تاپ رو بازی تموم میشه و رندی اورتن برنده کمربند یونایتد استیتس چمپیونشیپ میشه. بعد از فکر میکنم 1 سال یا 2 سال که کمربند تگ تیم داشتن با آقای مت ریدل، الان کمربند بعدی خودشون میگیره که البته این کمربند تکی یا انفرادی میتونه بگیره. ببین نمره 3 نمره 3.5 میدم. همونطور که بهتون گفتم مسابقه سرعتی و خوبی رو داشتیم که نمره 3.5 میگیره. و بعد ببینیم از اون راو چی کار کرده. ما فعلا تا مید کارت اوکی بود همه چی. این کال اوت که وای نمره بدی میگیره ولی رایوالی خوبی رو ایجاد میکنه که رایوالیشون میره لول 1. اینم مسابقه آخره. مسابقه آخر آقای باتیستا در مقابل وید باروت که بازیکنی که دوست دارم ببره این بازی رو دوست دارم آقای باتیستا باشه. و بله اینم از Undisputed WWE Championship. داور اینجا بالای سر میبره که دوباره همون خانومه هستش و بریم که داشته باشیم. اینم از دیو باتیستا. یک محسن لرستانی دیگه هم الان اینجا باید پلی بشه. معرفت چیکار میتونه بکنه اینجا که این مسابقه سرعتی شروع میشه. بلند میکنه وید برتو، همون میگیرن بازی شاخ به شاخ میشن که باتیستا قدرت خودشون نشون میده و که یه دونه کلوز لاین میزنه و پرت به زمین میشه آقای وید برت. دوباره میخوان مشت تو مشت بزنن که آقای وید برت نمیتونه. باتیستا ولی میتونه از این ور یه مشت دیگه البته بعد اون چاپ، ولی من اون مشت اینا رو انگلیسی چی میخواد بگم. این دفعه دیگه یک مشت محکم کار رو تموم میکنه دیو باتیستا. بله استاندد میشه. میره برای پاوربام معروف خودش. باتیستا پاوربامشو میزنه. معلوم نیست تسلیم میشه وید برت یا نه. 1 2 تمام. آقای باتیستا قهرمان در کمربند WWE اینم نمره 3.5 میگیره. مسابقه سرعتی و خوبی بود. اینم آخرین میشه گفت مسابقه این هفته و همینطور این پارتی که داریم میبینیم هستش. نمره 3.5 میگیره. در کل فکر میکنم شو خوبی بودش. بریم ببینیم راف چیکار کرد. مسابقه اولشون که اوپنر هستش و تریک ویلیامز میبره نمره 3 میگیره. البته اینو بهتون میگم که بازی آیرون من مچه. من اگه میخواستم آیرون من مچ بذارم 100% بهتر میگیره، ولی فعلا الکی دارم پول خرج میکنم. یه مسابقه فورتال فوروی سر تایتل اینترکانتیننتال که نمره 2 میگیره. ما تو میدکارد نمره 3.5 گرفتیم. اونجا یه چریتی میکنه که 6000 میشه فن یا اون مخاطب میگیره. مسابقه آخر که TLC هستش نمره 2.5 میگیره که بازم میگاری مسابقه مین ایونت هم ما بالاتر بودیم همینجور که میبینید. بریم ببینیم چقدر به ما فن میده که 17000 تا فن فقط توی این هفته ما میده و 45000 تا پول به ما این هفته میده. به خاطر چی؟ به خاطر این بود که جدیدن یک تایم اضافه شده حدود 3 دقیقه الی 2 دقیقه فکر کنم که اگه زیر این 2-3 دقیقه بدی به نمره بهتری میده. ولی اینم بهتون بگم به خاطر اینکه ما اینقدر کم شدیم، به خاطر این بود که راو یه سری کارتایی استفاده کرد و همینطور یه سری پروموهای اجرا کرد که تونست نمره بالایی بگیره. ولی اصلا شک نکنید که هنوز هفته اوله. 20 بله میبینیم که راو نفر اول هستش با 1,31,031,940 مخاطب. ما با 1,017,485 مخاطب هستیم که
بودجه‌ای که ما الان داریم خیلی بهتره و اینکه این بود از این پارت. امیدوارم خوشتون اومده باشه. خواهش میکنم که دکمه سابسکرایب رو بزنید. اگه از این نوع ویدیو خوشتون اومد زنگوله کنارش رو بزنید که اگه پارت جدید اومد حتما ببینید. تا ویدیو بعدی ادیوس.